باشیم. امروز داریم میریم برای فروشگاه هوم دیپو، اونجا رو از نزدیک ببینیم با هم دیگه. هوم دیپو یه شرکت دیگه هم هست به اسم لوز. بعد هر دوتای اینا طوری هستش که مثلا همش وسایلای ساخت و ساز خونه، بعد دیگه لوازم خونه مثلا البته لوازم بزرگ، یعنی مثل گاز و یخچال و فریزر و خشک‌کن و لباسشویی و با ظرفشویی دارن. بعد دیگه خلاصه برای فروش، بعد برای تعمیرات خونه هستش، برای ساخت و ساز هستش، نقاشی هستش، چیزایی که مربوط به خونه میشه رو همه رو داره. برای رینیو کردن خونه یا ساخت و ساز بیشتر مردم از اینجا خرید میکنن که هم به صرفه میشه، هم که همه چیز رو در یه جا داره. بعد قسمت ریترنش هم دیگه خیلی استادشه. آره دیگه ریترن و اینا هم داره، بستگی داره. یه سریاش هست مثلا تا 3 ماه میتونی پس بدی بعضی چیزا رو، بعضی چیزا هم 1 ماه هستش. بعد دیگه این که هوم دیپو توی کانادا و هوم دیپو تو امریکا، کانادا با مکزیک هست. آره شعبه داره که دفتر مرکزیش هم توی جورجیا. خب قسمت گل و گیاه ما شروع میکنیم. معمولا اینا که بیرون میذارن و آف گذاشتم، میذارن بیرون که مردم از بیرون هم ببینن که اگه خواستن بیان داخل بخرن. ماشینالات رو اون ور رنت میکنن، درسته دیجا؟ حالا بشه که میره اون ورم نشون میده. درختای میوه، مرکبات، چه محصولی داده. خاک ها هستش. آره اینجا ما با مالچ بریزیم رو خاک به خاطر اینکه رطوبت رو از دست نده. معمولا این داستان سالی یه بار تکرار میشه. درختش اینجاست. اینجا لیمون شیرین و نارنج نیست جایی که ما هستیم. نارنگی. بعضی از ایرانی ها اینجا قلمش میزنن، درست میکنن. یکی 2 تا خانواده در آوردن لیمون شیرین. آره ما هم الان 3 تا داریم ولی هنوز بار نداده. اینا مالچه که روی خاک میزنن. آره تو رنگ‌های مختلف. ما هفته پیش هم اینجا اومدیم برای آکواریوم، سنگ آتشفشانی گرفتیم. آره فرغون، گلدون برای چمن، ویتامینای چمن، خود تخم چمن. آره خب میاد اینجا. بخش‌های مختلف هوم دیپو هستش. اینجا قسمت الکترونیکشه.
بریم حالا یکم این بخشا رو ببینیم کامل. کلید و پریز. من نمیتونم دونه دونه هر کدوم از این آیتم ها رو نشون بدم چون تعدادش خیلی زیاده. یه سعی میکنم اینجوری بگیرم که قیمتاتش بیفته. هر جا لازم هستش میتونید پاس کنید اونجا رو ببینید که قیمت ها به چه صورتی هستش. اینجا لوس شد چراغای بیرون و بعد دیگه نمیدونم زنگ در و همه چی چراغ سقفی. قسمت لامپ ها هستش. روشنایی چند تا اما اینا باید ما بگیریم. اینم که قسمت الوارا اینوشه بچه. هر فروشگاهی اینجا مثلا ریترن و اینا آدم میتونه انجام بده و اینکه هر کسی که حالا مثلا هر کدوم به یه نحوی هستن و اینا، اینجا وقتی که مثلا یکی ریترنی میاره مثلا به خاطر حالا اون الوار باشه یا هر چی باشه و اینا، ریترنی ها رو میذارن این وسط و یه ساین میذارن براش مثلا 70% رو قسمت روی اون
قیمت اصلی مثلا تخفیف میذارن که مثلا هر کی که لازم داره بیاد بخره ببره و اینا. بعد گفتم اینا مثلا یه توضیح بهتون بدم که ما برای اون جعبه‌ای که می‌خواستیم برای سبزیجاتمون درست بکنیم و اینا اومدیم. آره اینا 70% آف خوردن. بعد چیزه که مثلا آدم میتونه بخره و حالا اگه چیزی مد نظرش رو درست کنه با همینا درست بکنه. بچه این دستگاه برش چوب و ایناشه که ما اون دفعه اومدیم چوب و اینا بگیریم، اینجا دادیم برامون اون اندازه‌ای که میخوایم برش زدن. آره خیلی گرون هم هست. کدوم $900؟ 898. آه. این $300. همین یه تیکه هست $300. آره دو تا 299 تا $300 پایینشه. ولی برند خیلی خوبیه این. کدوم؟ به درشو باز کن. آره چیز خوب صنعتیه. قیمتش هم 898 تا. خوبه نسبت به اون یکی که $200 یه کوچولو گوشت $300 خیلی بهتره. اینم که برای جعبه ابزاره و برای کارهای مختلف. گریلای مختلف. ببینید چند زده؟ $700 699 تا. ما که خودمون از ایران یه منقل گازی آوردیم چون اینا شعله‌هاشون فاصله داره کبابای ایرانی روشون خوب نمیشه. خوشگله. اینجا کریسمسش خیلی باحاله. آره خیلی قشنگ درست می‌کنه. یعنی من این لایه رد میشم. آره تو هم رد میشی.
رفتیم خودمون آره. حالا ولاگای اونا رو میذاریم. این چوبا خوبه. این تیکه چوبا رو تو آتیش میریزن که کباب یا استیکی که درست میکنید بوی دود بگیره. حالا با دودهای مختلف، درختهای مختلفه. ما داریم از اینا. $45. اینه بایسته 99 تا $100. فندک. ما این زغال میگیریم. خب اینم که سم و داستانای گیاه هاست.